بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سوره بلد هستیم. این سوره مکی هست و 20 آیات دارد و این بسیار در موضوع عجیب صحبت میکند که در حرمت و بگیم که برکت مکه مکرمه الله به این قسم میخورد و دیگر که هست بگیم فضل کرم پیامبر گرامی صلی الله علیه و ذکر میکند و دیگر که هست اینجا طغیانگری انسان. بسیار وقتی که انسان تکبر شد از حد و حدودش که برآمد دیگر اون مشکل میشد برای اونا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. تا همین جا که هست قسم است. لا بعضی مفسرین لای زایدهش میگن، در باره صحبت کرده هستیم. اما لام زایده به معنی نیست است که یگان حرف زیاد قرآن نیست، اما معناش برای تأکید کردن قسم است. یعنی که قسم بهذا البلد، قسم به همین شهر. همین شهر گفتم مکه را در نظر دارد. و انت حل بهذا البلد، و تو حل گفتن که سکونتی میکنید، زندگی میکنید بهذا البلد، به همین شهر. یکم معناش همین است. دوم معناش که چخیلی که میفرمایند که و تو حل گفته حلال هست تو را، یعنی که حلال هست تو را بهذا البلد، به همین شهر. چی حلال است؟ یعنی که قد کافرها بجنگی همون ساعتی که در اون سرزمین حرام درست نیست جنگیدن، اما الله پاک اجازه داد که در همین سرزمین تا یک مدتی معینی میتونی که در اینجا بجنگی تا اینکه کافرها را چکنی تسلیم کنی و نابود بسازی. معنای سومش است که و انت حل بهذا البلد، و تو حلال میدونند، یعنی که تو را و انت تو را حلال میدونند بهذا البلد، به همین شهر. چه حلال میدونند؟ کشتن تو را. یعنی که سرزمینی اینقدر پاک است، در اونجا تمام جرم و جرائم درست نیست، اما در همجا تو سکونتی میکنی و تو را کشتن تا جایز میدونن و تو در همجا جنگیدنی تو با کفار اجازت. سه معنی قطعی. و قسم دویمش همی است، یعنی که قسم به همین شهر و قسم با چی؟ تو کی زندگی میکنی به همونجا، یعنی که تو در حلال میدونن کشتنت رو، یعنی که تو در حلال جنگیدن به همین چی؟ بهذا البلد، به همین شهر. و والد و ما ولد، و قسم به والد. والد پدر میگن، نیکی میگویند که پدر گفته حضرت آدم در نظر داره. و ما ولد، و آن چی که ولد گفته به دنیا آورد، یعنی که سببی به دنیا آمدن اونها شد. یعنی که الله پاک قسم به پدر خورده است و فرزندهایی که از پشت آمدن انبیا و صالحین در نظر داره. میگن مفسرین تو جای قسم بود. انا که جواب قسم است. لقد خلقنا الانسان فی کبد، به تحقیق خلق کردیم انسان در کبد. کبد گفته به معنای که مشقت، درد، رنج. فی کبد یعنی که درم درد، رنج و مشقت هست انسان. به معنای که انسان که از مادرش تولد میشد با همراه او چی از درد، رنجش تا مرگش رو، یعنی که باید صبر کند و این چیزها را متوجه نباشد، اون سبب کندشیدن از الله و از عبادت الله نباشد اون انسان. ایحسب ان لا یقدر علیه احد، آیا گمان میکند که قادر نیست بر همه یگام نفری؟ او هم خیلی گمان میکنه که این خیلی نیست. آگاه باش. بعضی مفسرین میفرمایند که نازل شده است در حق ابوالاشد ابن کلدش، میگفتن که از بسیار متکبرین بود. اون وقتی که قوتش رو نشان میداد میگفت همون پوستی، مثلا پوست یکم حیوان رو میپرتافت و با پوچش میجقه زیر میکرد. میگفت کدام نفری هست که از همین تگ پوچه ما بگیرد؟ هم میگفت 10 نفر میگه میخه کوشش میکنن بگیرن از تگ پوچه اون گرفتن میتونستن و هم پوست میدرید و پوچش یعنی که بالا کردن، یعنی که از تن پای او کشیدن میتونن. قد با قوت با همه قوتش بسیار کبر و غرور میکرد. میگه که آیا اون گمان میکنه که قادر است بر همون یگم نفری؟ اما اون با یک شمال مرد رفت. یقول اهلکت مال لبدا، همین انسان میگفت است که اهلکت مال لبدا، هلاک کردم، صرف کردم، نفقه کردم. مال لبدا گفته مالی زیاده، فراوان و زیاده هم لبدش میگفت هستن. یعنی که میگفت است که صرف کردم به خاطر چی؟ الله اینجا به آنه که میگفت است که هلاک کردم، صرف کردم نگفته است و هلاک کردم به خاطر که اون به خاطر ریا کردگی است. اون مال زیاد صرف کردگی است برای ریا و برای خود نشانتی که به خاطر زید دین الله استفاده کردگی است. اون یگام قدر نداره، به اون خاطر الله پاک گفته است که هلاک کرد.
ایحسب ان لم یره احد، آیا گمان میکنند که نمیبیند همراه یگان نفره؟ یعنی که کاری که تو میکنی و اعمالهایی که تو میکنی خیال میکنی که فکر میکنی اون کس تو رو نمیبیند؟ هرگز خیلی نیست. یعنی که این گمان ها رو نکن. این استفهامی چی میگن؟ تنکیری، یعنی که این کار کردی الله پاک، یعنی که این کارهای تو و این عملهایی که تو هست همه چی اون خبر دارد الله پاک و در نزد الله آشکار است. الم نجعل له عینین، اون انسان کبر میکند و غرور میکند و یگان کار کرد منت میکند. الله پاک میگه الم نجعل له عینین، او نگردونیم برای اون دو چشم. نیا کن که نعمت بزرگ الله ذکر کرده است. هیچی که تو در فکر نیامد، اما آن دو چشمایی که الله به تو داد این نعمت نیست؟ نگردان الله تو برای تو دو چشم و لسان و زبان گردان و شفتین و دو لب گردان. تصور که یگان باری نشده است که ما ذکر کنیم نعمت را شکر نکرده باشیم که الحمد که ما را دو چشم داد، الحمد که ما را زبان داد، الحمد که ما را دو لب داد. لب قدر چیز اهمیتی نیست ما فکر میکنیم، اما اگر که لب نباشد، دندان و بگیم که این دهان هیچ دیگه قبیده نمیتوند. دندان های ما تصور کن لب نباشد چه خیلی آب میخپد و دیگر که هم جای ما افلاس میشد و شکل انسان بسیار بی‌زیب است. این لب ها است که ستر میکنه. الله پاک ذکر کرده است. او نگردن برای اون دو چشم برای انسان، یعنی که انسان ناسپاسگزار، ناشکر، و لسان و زبان و شفتین و دو لب و هدیناه النجدین، و اون هدایت کردیم، راهنمایی کردیم نجدین را. نجدین گفته یعنی که کوه میگن، یک بلندی را نجد میگن شه، یعنی که راهنمایی کردیم اون دو بلندی را. بعضی گفتن که یعنی که کودک وقتی تولد میشود همو بگیم پیستون های مادرش خودش میفهمد و میآورد. بعضی خیلی گفتن، بعضی گفتن نه، گفتن تفسیری که خوبتر رو که از صحابه هم ثابت شده از همین قول و دیگر تفسیر خوبتر که از صحابه کرام ثابت شده از همین است که ما هدایت کردیم برای تو چی نجدین، گفته طریق خوب رو و طریق بد رو نشان دادیم به تو و فهماندیم به تو. چخیلی که صحابه کرام همین خیل گفتن. فلقتحم العقبه، اصلا کلمه اقتحام به معنی که یک بسختی در اومدن میشه، یک جا انسان با تیزی میدره میره یک جا، همون اقتحام میگه فلقتحم العقبه، اون نه در اومده است، نگذشته از عقبه رو. عقبه چیز میگن؟ عقبه به معنی که یک راه بیزیب بین دو کوه که راه های بیزیب دارد و بلندی های بلند دارد و قین رفتار میشه در اونجا راه گشته میشود، همین رو بگیم که عقبش میگن. اینه که راهی که در مابین دو کوه هست و بلندی ها و سنگ های زیاد دارد، راه قین راه. یعنی که و ما ادراک ما العقبه، میگه فلقتحم العقبه، هازی تو داخل نشدستی، هازی نگذشتی راه قین و وزوین را. و ما ادراک ما العقبه، تو چه خبر است که چی اسم عقبه؟ عقبه اون وزوینی اون را میگن که فک رقبه، آزاد کردن گردن است. یک غلام میگیرد میخرد آزاد میکند. انا اینا میگن که راه قین گذشته باشد و در راه الله خیر کرده باشد به خاطر الله. او اطعام، یکی طعام بدهد فی یوم، در روزی که ذی مسغبه هست، همون روزی که صاحب چی است؟ گرسنگی هست. در گرسنگی خیر کردن بسیار خیر بهترین است که الله پاک چی کرده است؟ میگه این انسان های خوب هستند. یتیم ذا مقربه، یکی طعام میته یتیمی که ذا مقربه که صاحب قرابت هست، صاحب خویش تواری دارد. ذا به معنای صاحب میشه، یعنی که ذا مقربه گفته خویش تواری دارد اون انسانی که به او خیر میکنند. او مسکین، یکی مسکین دستگیری میکند که ذا متربه هست، اون بگیم صاحبی خاک و گرد هست، یعنی که مسکینه که بسیار فقیر است که جای خوبی اون زمین هست و معنوش این است که اون احتیاج سخت دارد. اونها را دستگیری کنی، بعد او را چی میگن؟ عقبه را که گذشته بگیم میشوه. اما تو کافر دعوا کردی که مال بسیار حلال کردم، تو در راه بگم ریا، در راه شکر ریا ترسخود کردی، صرف کردی و در راه مقابله به دین الله صرف کردی. ثم كان من الذين، انا که بعد از آن، بعد همین کارهای خیر الله پاک با چی گفته است؟ ثم بعد از آن كان من الذين، بدن از انسانان که آمنوا ایمان آوردن و تواصوا بالصبر، وصیت کردن به صبر یکدیگرشان رو، صبر یکدیگرشان دعوت کردن که در صبر کنید این مشقت رو میگذرد، و تواصوا بالمرحمه، و یکدیگرشان نصیحت کردن و وصیت کردن چی؟ به مرحمه گفتن رحم و شفقت ده. یعنی که مفسرین میگن که مرادش این است که بعد همین ها باید ایمان داشته باشد انسان. به ایمان عملهای اون چی هست یگان معنی ندارد. اولئک اصحاب المیمنه، همون نفرهایی که میخواد کارهای خیر میکنن و ایمان دارن، اونها چی هستن؟ اصحاب میمنه هستن.
اصحاب گفته صاحب های طرف راست هستند، یعنی که کتاب های آنها به طرف راست داده میشد و اصحاب یمین هستند. والذین کفروا بآیاتنا، و انسان های کافر شدن به آیات های ما، آنها هم گفته آنها اصحاب المشأمه، آنها صاحب های چپ هستند، یعنی که آنها کتابشون به طرف چپ میگیرن. علیهم نار مؤصده، بر بالای آنها آتش دربسته هست. مؤصده گفته به معنای که دربسته، که در اونجا محکم شدگی هست، در اونجا نه هوا میدروید و نه بگم دیگر چیز نفس میدروید، نه یگم چیز. این چیز به تفسیر قرطبی رم و طبری رم ابن کثیر هم همش همینو میگن و هر کلمه که نفهمو باشد مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.